سنه 5 فوریه تقریبا ساعت 3 پگاهی و شعبه قبولی ما با واسطه یاری تجلی 2 نفر جبر دیده در نتیجه صدمه نقلیاتی دسترس کرده شد. حالت آنها وزنین ارزیابی کرده میشد. بیماران در هوش بودند. اینها بردیف سهراب جان و یوسوپوف مقیم جان میباشند که هر دو اینها از طرف متخصصان علل خصوص جراح، عصب جراح و آسیب شناس معاینه کرده و بیماران تحقیقات های ضروری و نموده تحقیقات اولتراسونوگی عضوهای کاواکی شکم، عکس های رنگینی گذرانده شدند، تحلیل ها گرفته شد و پس از این تشخیص معین کرده شد. بیمار بردیف سهراب 27 ساله با تشخیص آسیب مشترک شکست پشت قبرغه ششم از طرف راست بیجا شده، شکست پشت کمپرسیونی تنه مهره L1 درجه یکم به شعبه احیا بستری کرده شد. دیگر نفرشان یوسوپوف مقیم جان 29 ساله با آسیب مشترک، آسیب پشت کاسه‌خانه و معاینه سر، لرزش مغزی سر، زخمی لطخورده فرقی سر و اینچنین لطی گرده ها تشخیص گذاشته. این نفر را نیز به شعبه احیا بستری کردیم و همه چاره های ضروری ضد صدموی به اینها گذرانده شد. در عین حال حالت اینها وزنی میانه ارزیابی کرده می شود. بیماران در هوش معالجه ها را گرفته ایستادند و وضعیت سلامتشان رو به بهتری می باشد. چی شد چی بود؟ نفهمیدم اونده حالات میدونم. روبا دمیربek خوشم بنده. خوشم. شما پیش تو بدید نه پیش؟ پیش بدید شما. پیش شب بود تو 3 بود نه تو بود نه. پیششون تلفن برات. دم کس تلفن کرده گیره؟ نه اون سردی ناو میمونه سلطان چون سلطان وقتی خوش کردم تیزم سلطان پاورات بسیار نکردیم. نوسه خودتون چه دیدی؟ نه من دیگه خاطرم نیست. یک دیگر موزیکان فارزه کو زنگ زده خودم. کی زنگ زده؟ مقیم جان گیتاریست. مقیم جان زنگ زده. فارزه کو زنگ زده بعد سکور پاموش رفتش. نه پاورو گشتم و موزیکان پیشکشی بود میگه دوم کروب چازدم به شما تریزه فردیدو سیمش که من کسیم داریم مشکل موندن گفته من در خاطرم نیست خیلی رفته دیگه یا باش کنم که زمین بیساده بیدور شدید که زمین بیساده؟ چشمم اون اکشا بگم کپا فامیلوس کنم پاروتی باقی ملیدم من دیدم و ایشتا همون موش چی دیدم